به نام خدا. سلام، دانیالی هستم، مدرس ریاضیات مجموعه جت کلاس. خیلی خوش اومدیم به این مینی دوره. این مینی دوره مخصوص دانش آموزان 11 انسانیه و قراره با همدیگه خط فقر رو یاد بگیریم. یکی از شاخص‌هاییه که توی امتحان ترم دوم حتما ازش سوال خواهیم داشت. معمولا یکی دو نمره سوال مستقیم از این مبحث میاد. بریم یادش بگیریم. قبل از اینکه شروع بکنیم ازت درخواست میکنم که جزوت رو باز بکنی و همراه من هر چیزی که پای تخته است، هر چیزی که من اضافه میکنم به تخته و هر چیزی که به صورت شفاهی میگم رو داخل دفترت یادداشت بکنی. ریاضی یک درس نوشتنیه و با نوشتن یاد گرفته میشه، با دیدن نیستش. به هیچ عنوان همینجوری مثل فیلم سینمایی منو نگاه نکن، حتما باید با من بنویسی تا یاد بگیری. قبل از اینکه خود خط فقر رو شروع بکنیم، یک سری اصطلاحات هست، باید اول اینا رو یاد بگیریم. از این اصطلاحاتش هم تو امتحان سوال میاد، باید اصطلاحاتش رو بلد باشیم. اول خود خط فقر، تعریفش حداقل درآمدی است که برای زندگی یک نفر، پس حداقل درآمدی که برای زندگی یک نفر در یک ماه مورد نیاز است. این میشه تعریف خط فقر. اما فرمولش چیه؟ فرمولش نصف میانگین یا نصف میانه. حالا آقا کدوم بالاخره، نصف میانگین یا نصف میانه، که بستگی داره به خود سوال. خود سوال بهت میگه که کدوم باشه. پس میانه نصف بشه یا میانگین نصف بشه. حالا میدونم شاید الان ندونی چی هستم، میانگین میانه چیه، یعنی چی نصفش بکنی. فعلا در همین حد بدون، میرسیم بهش. در حد تعریف بلد باش. فرمول خط فقر میشه نصف میانگین یا نصف میانه درآمد ماهانه. داده دور افتاده، در بین داده ها عددی خیلی بزرگ باشه، خیلی کوچیک باشه، بهش میگیم داده دور افتاده. و معمولا خود سوال مشخص میکنه از کدوم یک از این فرمول ها استفاده بکنیم. ولی در حالت کلی اگر داده دور افتاده داشته باشیم خیلی مهمه. اگر داده دور افتاده داشته باشیم میانه بهتره. میانه بهتر از میانگینه. پس نکته رو یه بار دیگه بگم خدمتت. گفتیم که خط فقر دو تا فرمول داره، یا باید میانه رو نصف کنیم یعنی تقسیم بر دو کنیم، یا باید میانگین رو تقسیم بر دو کنیم. حالا کدومش؟ معمولا خود سوال میگه. اگر نگفت نگاه میکنیم داده دور افتاده داریم یا نه. اگر داده دور افتاده داشته باشیم از میانه استفاده میکنیم، بهتر از میانگینه. داده دور افتاده هم اگر بین داده ها یه عددی خیلی بزرگ باشه، خیلی کوچیک باشه، بهش میگن داده دور افتاده. فعلا در حد تعریف اینا رو داخل جزوت بنویس تا بریم سراغ مثال هاش. خودم معمولا سوال جاخالی و سوال صحیح غلط از اینها میدن. ببینیم سوالاتش چجوریه. نصف میانه درآمد افراد جامعه را خط فقر میگویند. نصف میانه یعنی میانه تقسیم بر دو. بله، همین فرمول خط فقر هستش. به صورت جاخالی ممکنه بیاد. یه جاخالی دیگه هم ممکنه این شکلی بدن. خط فقر برابر است با، ما می نویسیم نصف میانه یا نصف میانگین درآمد افراد جامعه، که اینو هم ممکنه اینجوری به صورت جاخالی بدن، یا ممکنه به صورت کوتاه تعریف، یعنی تعریف کوچیک باشه. خط فقر چیز؟ بعضی از بچه‌ها اشتباه میکنن و میان فرمول خط فقر رو مینویسن خب نصف میانگین یا نصف میانه درآمد، در حالی که اشتباهه. باید تعریفش رو بنویسی. اگر گفته تعریف کن باید تعریفش رو بنویسی. خط فقر حداقل درآمدی که برای زندگی یک نفر در یک ماه مورد نیازه. پس جلوش مینویسیم حداقل درآمدی که برای زندگی یک نفر در یک ماه نیازه. در یک ماه نیاز است. این ماهه. در یک ماه نیاز است. بهم میگیم خط فقر و با فرمولش اشتباه نکنی. فرمولش رو بنویسی معمولا نمره‌ای نمیگیری. حالا گفته که درآمد افراد جامعه بر حسب میلیون تومان این شکلیه. 1 میلیون، 1 میلیون، 2 میلیون. این جامعه رو هم توضیح بدم قبل اینکه سوالو حل بکنیم. وقتی میگه جامعه، ما ذهنمون میره مثلا جامعه جهانی، جامعه نمیدونم ایران، یه چیز خیلی وسیع و گسترده تو ذهنمون میاد. ولی جامعه میتونه مثلا افراد یک شرکت باشه، اینا میشن یک جامعه، یا افراد یک کلاس باشن، این میشه جامعه. یعنی جامعه لزوما یک تعریف گسترده نیست، میتونه افراد یک شرکت باشه که درآمدشون به این صورت هستش. گفته خط فقر رو به دو روش به دست آورید. کدام روش برای این جامعه بهتر و دقیق تر است؟ ما اول شروع میکنیم از طریق میانگین به دست میاریم که خط فقر برابر است با میانگین تقسیم بر دو. یه روش دیگه هم داره که اینور بنویسم خط فقر مساوی میانه
تقسیم بر 2 با 2 تا روش هم گفته به دست بیار، ما به دست میاریم. برای اینکه میانگین اینها رو به دست بیاریم فرمول میانگین رو باید بلد باشیم. میانگین برابر است با جمع همه تقسیم بر تعداد. تعدادشون اول راحته بشماریم ببینیم چند نفرن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نفرن. 10 رو می نویسیم تو مخرج. جمع همه چند میشه؟ همه رو باید با هم دیگه جمع بکنیم. اول هم میتونیم از همین 180 شروع کنیم. یه 180 داریم به اضافه 11 داریم، 10 داریم. اینا رو برای اینکه راحت تر جمع کنیم، این 9 با این یکی میشه 10. با این 10 میشه 20. این 3 اینم 7. اینا با هم میشن 10، با اون 20 ما میشه 30 و این 9 با این یکی که اینجا داریم باز میشه 10 میشه 40. یه 10 اینجا داریم میشه 50 و یه دونم 180 اینجا داریم. اینا رو با هم جمع کنیم. حالا هر روشی داری توی امتحان نهایی هم ماشین حساب مجازه، میتونی اینا رو با هم دیگه جمع بزنی و ببینی جمعش چند میشه. 8 به اضافه 5 میشه 13 میره بالا 230 در میاد. 230. حالا 230 رو اگر تقسیم بر 10 بکنیم میشه 23. چون این صفره با این صفر ساده میشه 23 میمونه. پس میانگین شد 23 و حالا تقسیم بر 2 میشه. تقسیم بر 2. 23 رو چجوری تقسیم بر 2 کنیم؟ دو تا روش داره. روش اول اینه که چکشی بنویسیم 23 تقسیم بر 2. 1 2 تا 2 تا 0 میشه 3 میاد پایین و بعدش میگیم باز 1 2 تا 2 تا 1 میاد پایین. یه اعشار میزنیم 0 میذاریم چون اعشار زدیم اینجا هم اعشار 0 میاد پایین و میگیم 5 2 تا 10 تا باقی مانده میشه 0. جواب اینه 11 و نیم. این یه روششه. یه روش دیگه هم اینه که ما میخوایم 23 رو تقسیم بر 2 کنیم. خط کسی یعنی تقسیم. اینجوری تقسیم کن. بگو یه 22 به اضافه 1. 23 همون 22 به اضافه 1. 22 رو اگر تقسیم بر 2 کنم میشه 11. این یک هم تقسیم بر 2 کنم میشه نیم. 11 با نیم میشه 11 و نیم. پس ما خط فقر رو به وصله میانگین به دست آوردیم. 11 و نیم در اومد. این از این. حالا باید بریم سراغ میانه و ببینیم با میانه خط فقر چجوری به دست میاد. من این تقسیمش رو پاک کنم چون اینجا رو لازم دارم برای حل کردن. برای اینکه خط فقر رو به روش میانه بتونیم به دست بیاریم باید بلد باشیم میانه رو حساب بکنیم که من حتما برای میانه کارگاه ضبط میکنم داخل کانال تلگرام قرار میدم که کلا میانه چجوری به دست میاد. ولی الان میخوام یه توضیح کلی بدم و به این صورت هستش که ما باید اعدادی که اینجا داریم رو اینا رو از کوچیک به بزرگ بنویسیم. کلا روش میانه همینه، از کوچیک به بزرگ. روش اولین مرحلهش اینه از کوچیک به بزرگ می‌نویسیم که اگر دقت کنی خودش از کوچیک به بزرگ نوشته. 1 2 4 5 7 9 10 11 180 همینجوری از کوچیک به بزرگ نوشته. اوکی خودش این کار انجام داده. حالا میریم وسط اینا رو پیدا میکنیم. اینا کلا 10 تا هستن. من میگم 4 تا این طرف 4 تا هم این طرف. اوکی 5 و 7 میفته وسطش. دقت کردی میانه همون وسط پیدا کردنه. از کوچیک به بزرگ می‌نویسیم وسطش رو پیدا می‌کنیم. میگم 4 تا اینور 4 تا اینور 5 و 7 میفته وسط. اگر وسط فقط یک عدد بود اون میشد میانه ما و تموم میشد. ولی اگر وسط 2 تا عدد باشه مثل اینجا باید 5 رو به اضافه 7 کنیم تقسیم بر 2. این فرمولشه ها. پس یک بار دیگه توی میانه اگر که وسط فقط یه دونه عدد بود همون میشه میانه ما و تمام. ولی اگر وسط 2 تا عدد بود مثل اینجا اینا رو با هم جمع میکنیم تقسیم بر 2. 5 به اضافه 7 میشه 12 تقسیم بر 2 میشه 6. پس اگر ما خط بخوایم میانه رو حساب بکنیم میشه 6. میانه رو مینویسم 6 و یه تقسیم بر 2 خود فرمول داره. 6 تقسیم بر 2 میشه 3. خط فقر ما با استفاده از فرمول میانه برابر 3 در میاد. ببین چقدر اختلافه. خط فقر رو با میانگین به دست آوردیم شد 11 و نیم. خط فقر رو داریم با میانه حساب میکنیم 3 در میاد. چرا انقدر اختلاف داره؟ دلیلش این داده دور افتاده‌ای که ما اینجا داریم. میبینی؟ این خراب کرده قضیه رو. کل افراد شرکت حقوقشون 1 میلیون 2 میلیون 4 5 دیگه نهایت اونی که میگیره 11. یه نفر داره 180 میلیون حقوق میگیره. خب این میاد میانگین رو خراب میکنه. ما الان به افراد این شرکت بگیم ما به طور میانگین به شما 11.5 میلیون حقوق میدیم، اینی که 11 میلیون میگیره میگه اوکی، این که 10 میگیره میگه آره، که 9 میگیره میگه باشه. ولی این یکی‌ها میگن کی همچین عددی ما میگیریم؟ یکی 5 یکی 7 یکی 4 2 1 1.
اینا همه میگن آقا آمارت اشتباهه، چون داده دور افتاده داریم طبق چیزی که اینجا ما داشتیم. بذار ببینم کجاست نکتهش. در حالت کلی اگر داده دور افتاده داشته باشیم میانه بهتره، میانه بهتر از میانگینه. اینجا هم چون ما داده دور افتاده داریم 180 رو داریم، سوال پرسیده کدوم بهتر و دقیق تره، میگیم میانه دقیق تر است. چراش هم میگیم، حالا نگفته چرا، من یه چرا اضافه میکنم. چرا؟ چون داده دور افتاده داریم. هر وقت داده دور افتاده داشتیم میانه بهتر از میانگین، عدده قابل قبول تره تا میانگین که به دست میاد یه عددی که اصلا هیچ کی قبولش نداره. این 180 هم قبول نداره، میگه میانگین چرا 11 من دارم 180 میگیرم. اینا هم که هیچ کدوم قبول نداره. میبینی میانگین به درد نمیخوره توی چنین شرایطی که ما داده دور افتاده داریم. یک مثال دیگه هم ببینیم. گفته خط فقر بر حسب میانگینه کارمندان یک شرکت رو به دست بیار، جدول درآمدیشون هم به این صورت هستش. برای اینکه میانگین رو از رو جدول حساب کنیم فرمولش رو بهت میگم، قشنگ دقت کن. اول از میانگین، خود میانگین شروع میکنیم. میانگین این بود دیگه، جمع همه تقسیم بر تعداد. فقط با اینجا دقت کنید تعداد خانوار چند نفره. یه 2 نفر اینجا داریم، پس تو مخرج یه 2 داریم. یه 3 نفر اینجا داریم، یه 2 نفر اینجا داریم، یه نفر هم اینجا داریم به اضافه 1. این میشه تعداد افراد. حالا جمع همه یه 750 داریم، بعد به اضافه 1100 به اضافه 1150 یه دونم به اضافه 1260. پس میانگین میشه تعداد رو بشماریم 2 با 3 میشه 5 6 7 8 نفر تو مخرج و جمع اینا رو زیر هم بنویسیم جمع کنیم خیلی راحت تره. 750 داریم، 1100 داریم، 1150 داریم، یه دونه هم 1260 داریم. جمع کنیم اینا رو با هم دیگه. 5 با 5 میشه 10، با میشه 16، 6 رو می‌نویسیم 1 میره بالا. 7 8 9 10 11 با میشه 12، 1 میره بالا و اینا هم که 3 با میشه 4 میشه 4260. 4260 رو می‌نویسیم. و حالا 4260 باید تقسیم بر 8 بشه. خط کسی معنی تقسیم نیست، چک نویس منه. 4260 رو تقسیم بر 8 میکنم. 8 5 تا 40 تا، 2 میاد پایین 6 میره اینجا، 8 3 تا 24 تا، 2 میاد پایین، حالا نوبت 0 بیاد پایین و میگم که 8 2 تا 16 تا، یه 4 میاد پایین و یه دونه ممیز میدم، اینجا هم یه ممیز میدم، 0 میاد پایین، 5 تا 40 تا و مخرج 0. این باقی مانده 0 میشه 532 نیم مساوی 532 ممیز 5. ما تازه میانگین رو به دست آوردیم، هنوز خط فقر حساب نشده. خط فقر فرمولش چیه؟ خط فقر برابر است با میانگین تقسیم بر 2. میانگین ما اینه 532 ممیز 5 تقسیم بر 2. حالا برای تقسیم کردنش میگم ماشین حساب میتونی با خودت ببری، چون اگر امتحان نهایی باشه مجاز هستش. و حالا طبق آخرین اخباری که به دستمون رسیده 11 کلا نهاییه. حالا طبق آخرین اخبار، چون هی این خبر رو عوض میشه، ما بر این اساس می‌ریم که امتحان نهاییه، ولی اگر نبود هم ما بلد باشیم دیگه حل بکنیم. 532 اون نیمش رو فعلا نگه دار، تقسیم بر 2 بکنیم. 2 2 تا 4 تا 1 3 6 2 تا 12 تا 1 2 دوباره 6 2 تا 12 تا 0 0 میشه 266. 266 این نیم رو چجوری تقسیم بر 2 کنیم؟ نیم رو اگر تقسیم بر 2 کنیم میشه 25 صدم. فکر کن مثلا یه سوالی هست نیم نمره داره، تو نصفش رو نوشته باشی 25 صدمش رو میگیری. اینجوری تقسیم بر 2 کردیم، ذهنی بود. نیم هم تقسیم بر 2 میشه 25 صدم. این از این میشه 266 ممیزه 25 و گفته بود که خط فقر رو بر اساس میانگین حساب کن، ما حساب کردیم. این از یک نوع مثال که تو امتحان معمولا میاد. یه مدل دیگهش اینه، خودش میگه که بر اساس چی خط فقر رو حساب کن. درآمد ماهیانه 9 نفر به این صورته، بر اساس میانه چند نفر زیر خط فقر قرار دارن. باید خط فقر رو حساب کنیم بر اساس میانه.
روشش اینه که از کوچیک به بزرگ می‌نویسیم. این الان می‌بینید در هم بر همه، باید درستش کنیم. تو روش میانه از کوچیک به بزرگ می‌نویسیم. از همه کوچیک‌تر 5 می‌نویسم، هر کدومم نوشتم زیرش خط می‌کشم که جا نیفته. بعد دوباره یه 5 دیگه داریم، تکراری‌ها رو می‌نویسیم. یه 6 داریم می‌نویسیم و دیگه 6 نداریم، 7 داریم. 7 رو می‌نویسم، 8 داریم و 9 داریم، 9 نداریم، 10 دوتا داریم، 10 رو می‌نویسم دوبار، 10 و 10 و یه دونه 11 داریم، یه دونه هم 15 داریم، 11 و 15. حالا که از کوچیک به بزرگ اینها رو نوشتیم، میشماریم ببینیم چند تاست. خود سوال البته گفته 9 نفرن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نفر. 4 نفر اینور، 4 نفرم اینور. وسط 8. می‌بینی 4 تا این طرف، 4 تا این طرف. وسط کی مونده؟ 8. این میشه میانه ما. میانه به دست اومد 8. خط فقر حساب شده؟ نه. خط فقر فرمولش اینه. خط فقر برابر است با میانه تقسیم بر 2. 8 رو باید تقسیم بر 2 کنیم، میشه 4. خط فقر ما 4. هر کی داره کمتر از 4 در میاره زیر خط فقر قرار داره. خب تو این جامعه همه بیشتر از خط فقر دارن در میارن، هیچ کسی فقیر نیست و می نویسیم چند نفر زیر خط فقر قرار دارن؟ هیچ کسی زیر خط فقر قرار ندارد. میبینی هیچ کسی کمتر از 4 تومن در نمیاره. در نتیجه این جامعه گل و بلبل، همه پول دارن. بریم بعدی. این بر اساس میانگین گفته به دست بیاد. اگر درآمد ماهیانه افراد یک شرکت بر حسب میلیون تومان به صورت زیر باشد، با توجه به تعریف خط فقر بر اساس نصف میانگین چند نفر زیر خط فقر قرار دارند. این دفعه بر اساس میانگین قرار حساب بکنیم. خط فقر برابر است با میانگین تقسیم بر 2. میانگین باید حساب کنیم. میانگین رو هم می‌نویسیم. میانگین میشه جمع همه. چه جمعیه من نوشتم؟ جمع همه تقسیم بر تعداد. تعدادش خودش گفته. آره؟ نه نگفته، باید بشماریم. 1 نفر، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نفر. 11 نه تعداد 11 نفره. جمعشون که نه. تعدادشون 11 نفره. درست شمردم؟ شک کردم. 3 تا با 3 تا با 3 تا 3 تا 9 تا 10 11. درست. حالا باید همه رو با هم دیگه جمع بکنیم. جمع همه رو توی صورت بنویسیم. ببینیم چند میشه. از یه طرف شروع بکنیم. من معمولا اینا که با هم 10 میسازن رو مینویسم. مثلا ببین این 2 با 2 میشه 4. با این 6 میشه 10. پس یه 10 اینجا دارم. بعد عرضم حضورتون که یه 8 اینجا داریم. یه 1 اینجا. یه 1 اینجا با هم میشه 10. یه 10 دیگه ساخته شد. یه 9 اینجا داریم. یه 1 اینجا داریم با هم میشه 10. یه 10 دیگه ساخته شد. بعد دیگه بقیه رو با هم دیگه جمع می‌کنیم دیگه. یه 8 اینجا داریم. یه 1 اینجا میشه 9. یه دونه هم 6 اینجا داریم. 6. حالا اینا رو با هم جمع کنیم. جمعش اینجا می‌نویسم. 9 با 6 میشه 15. یکش میره بالا و 1 2 3 4 میشه 45. 45 11 هم. 45 11 هم چنده؟ 45 باید تقسیم بر 11 بکنیم. یه 4 میذارم میشه 44. یکش میاد پایین. یه اعشار یه صفر اینجا، صفر بیاد پایین. توی 10 چند تا 11 تا داریم؟ هیچی، صفر. دوباره صفر. 10 میاد پایین، دوباره یه صفر اینجا میذارم و صفر میاد پایین. توی 100 چند تا 11 داریم؟ اگر 9 بذاریم میشه 99 و 1 میاد پایین. دیگه ادامه نمیدم چون 2 رقم شد دیگه. 4 ممیز 0 9. خط فقر ما این شده؟ نه، تازه میانگینه. 4 ممیز 0 9. باید تقسیم بر 2 بکنیم. اینو میتونیم حدودی هم بنویسیم، هیچ ایرادی نداره چون دیگه البته میتونم تقسیم هم کنم، فرقی نداره. حدودی نمیخوام بنویسم. بذار حدودی هم بنویسم، ایراد نداره ولی بذار دقیق باشه. 4 ممیز 0 9 رو میخوام تقسیم بر 2 بکنم. اول میام 409 رو تقسیم بر 2 میکنم بدون توجه به اعشارش که میشه 2 تا 4 0 0 میاد پایین 0 و 9 میاد پایین. میگم که 4 2 تا 8 تا 1 میاد پایین و همینطور ادامه بدم. 0 اینجا میشه 5 2 تا 10 تا میشه 204 ولی میدونم که 204 نیست چون که 2 رقم اعشار اینجا داریم، یه رقم هم اینجا میشه 3 رقم میشه و 2 ممیز 45 صدم. اگر اعشار رو قاطی کردی ندونستی چجوری باید بشماری چند تا اعشار باشه بگوین 4 خورده‌ای دیگه تقسیم بر 2 بشه میشه 2 خورده‌ای. پس از 2 به بعد باید اعشار بذاریم میشه 2 ممیز 45 صدم. و خب
ببینیم چی گفته بود. خط فقر حساب شد. خط فقر اینه، میگه چند نفر زیر خط فقرن. هر کی کمتر از 2.45 در بیاره زیر خط فقره. خب اینجا یه نفر داره 1 میلیون در میاره. پاکش کنم دقیق ببینی. یه نفر داره 1 میلیون در میاره، این زیر خط فقره. اینم 1 میلیون، اینم زیر خط فقره. اینا که 2 دارن در میارن زیر خط فقرن، چون خط فقر 2 خورده‌ایه. اینا 2 خالصن، پس زیر خط فقرن. اینم زیر خط فقر و بقیه بالای خط فقر هستن. چند نفرن؟ 1 2 3 4 5 6 نفر. 6 نفر زیر خط فقر قرار دارن. اینم یه مدل از سوالاتی بود که ممکنه از خط فقر توی امتحان سوال بیاد. این آموزشی که دیدی بخش کوچیکی از دوره سالیانه روبیست هست. توی دوره روبیست تمام مطالب ریاضی رو به طور کامل از زیر صفر آموزش میدیم بهتون و همراه دوره براتون کتاب روبیست رو هم به صورت پستی ارسال میکنیم. حالا کتاب روبیست چی هستش؟ همین مطالبی که پاتخته میبینی داخل کتاب هستش. یعنی همراه آموزش‌های ویدیویی که توی دوره داری میبینی، کتاب هم بغل دستت هست و داخلش یادداشت برداری میکنی. اگر میخوای تو این دوره ثبت نام کنی، پیشنهاد میکنم اول نظرات بقیه دانش آموزایی که این دوره رو تهیه کردن ببین. زیر این ویدیو که لینکش رو قرار میدم، یا میتونی داخل پیج اینستاگرام من وارد بشی و بخش افتخارات، نظرات و رضایت ها رو ببینی. اونجا دانش آموزایی که دوره روبیست داشتن اومدن نظرشون رو گفتن، حتما اونا رو ببینی. یا اگر میخوای نمونه تدریس‌های بیشتری ببینی، زیر همین ویدیو لینکش رو قرار میدم. این دوره‌های بیشتر رو از اونجا میتونی ببینی، یا داخل کانال تلگرام هم اگر هستی اونجا کلی نمونه تدریس دیگه هم قرار میدیم به عنوان مینی دوره. و همچنین اگر که میخوای اطلاعات بیشتر در مورد دوره داشته باشی، لینک معرفی دوره روبیست رو هم زیر همین ویدیو قرار میدم. از اونجا میتونی به طور کامل معرفی دوره رو ببینی، اطلاعات بیشتری داشته باشی. تو اون صفحه عرضم حضورتون که یه فرم ثبت نام هست و فرم ثبت نام رو اگر تکمیل کنی، شما تماست رو قرار بدی، مشاورین مجموعه باهات تماس میگیرن و به طور کامل به توضیح میدن که دوره روبیست چیه، بهت کد تخفیف میدن و با شهریه مناسبی دوره رو برات ثبت نام میکنن. تا مینی دوره بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.